درود ارادت دوستان. فضای متاترید به این گونه است که آموزشی که گذاشتیم شما متاترید رو نصب میکنید و بعد از نصب کردن روی صفحه دسکتاپتون میاد و کلیک راست میکنید اوپن. خب این فضای متاتریدره و فضا کاملا خیلی ساده است، پیچیده نیست، ولی برای تریدرهای مبتدی چندین گزینه بیشتر احتیاج ندارن که ما خلاصه رو اینجا اعلام میکنیم. در قسمت فایل شما میتونید که اوپن ان اکانت بکنید که آموزشش رو قبلا گذاشتم داخل کانال. شما کافیه بیاید در قسمت ویو، قسمت مارکت واچ، البته امروز یک شنبه است و بازار بسته، به همین خاطره که میبینید طلا، یورو یو اس دی، نقره و جفت ارزهای دیگه فعلا حالت قفل هستن و شبیه بیت کوین و اتریوم متغیر نیستن و نوسان ندارن. دلیلش هم اینه که ارز دیجیتال کاملا فرق میکنه. شما کافیه که یکی از ارزها رو روش کلیک راست بزنید و چارت ویندوز رو وارد کنید. اینجا گزینه مربع رو که زدید صفحه بزرگ میشه. اگر خیلی شلوغ هست براتون میتونید این رو منظم تر کنید. کلیک راست میکنید، پروپرتیز رو میزنید، در این قسمت شو گرید رو بر میدارید، حتما شو اسک پرایس باشه چون اسپرد لازمه که ما ببینیم. در قسمت کامان که خب اینجا ما میتونیم برای خودمون درشتی و کوچکیش رو تنظیم بکنیم، زیاد مهم نیست. در قسمت کالر گزینه اول 4 تا گزینه داره که شما کلید کنید براتون به صورت اتومات یک سری رنگ ها رو قرار داده که خب سلیقه‌ای میتونید هر رنگی رو انتخاب کنید، اوکی رو بزنید. معمولا والیوم این قسمت سبز رنگ ما زیاد کار نمی کنیم. در این قسمت میتونید تیک والیوم رو بزنید، میتونید ترید هیستوری رو بزنید. ترید هیستوری زمانیه که شما مثلا الان اینجا پوزیشنی باز کردید، بستید و میخواید ببینید که الان چگونه بوده. خب اینجا میبینید که سلو بای بوده و به صورت هیستوری و گزارش اینجا قرار داده. این پایین هم در قسمت تول باکس میبینید که هیستوری این قسمت، کافی روش کلیک راست کنید و بزنید آل هیستوری و تمام خرید فروش هاتون رو اینجا ببینید. میبینید که همین پایین آخرین $10 منفی و مثبت منفی و حالا متغیره و میتونید روش کلیک راست کنید و درآمد امروزتون رو چک کنید. کاستوم پریود رو میزنید و در قسمت پریود کلیک میکنید و تودی رو میزنید و اوکی. امروز ما هیچ معامله ای نداشتیم و فعلا ویدیو آموزشی. و در قسمت ترید هم بالانسمون و اون مبلغی که داریم رو در حال حاضر بهمون نشون میده. در قسمت سمت چپ البته یک چیزی ناگفته نماند، در ابتدا تایم این بالاست، ما میتونیم اینها رو جابجا کنیم.
بیاریم این قسمت بذاریم یا بیاریم بالا بذاریم. این دست خودمونه که تغییرات رو اهمال بکنیم یا نه. حالا تایم 1 دقیقه داره، تایم 3 دقیقه داره، تایم 10 دقیقه داره. شما میتونید روش کلیک راست کنید، کاستومایز رو بزنید و هر تایمی رو که میخواید بیارید. 4 ساعته رو بیارید، 1 ساعته رو بیارید و جاهای اینها رو عوض کنید، مرتبش کنید. به اصطلاح تایم 5 دقیقه رو بیارید و همچنین برعکس میتونید تایم های اضافه رو بردارید. تایم 3 دقیقه رو اینجا ریموو میزنید، 1 دقیقه رو ریموو میزنید، 4 ساعته رو تنظیم میکنید، 10 دقیقه رو میتونید ریموو بزنید و کلوز رو بزنید. میبینید که اینجا تایم رو مرتب کردیم. گزینه های دیگه که خیلی مهمه، گزینه شیفت هست که ما کندل رو میاریم تقریبا نمودار رو میاریم وسط چارت که بررسی کاملتری داشته باشیم، دقتمون بهتر و تحلیلمون راحت‌تر باشه. قسمت اسکرول رو به صورت اتومات اگر باشه، هر کندلی که ایجاد میشه خودش همون لحظه رو بهتون نشون میده و به این صورت نمیتونید عقب برید چون فقط داره حال حاضر رو نشون میده. کافیه تیک رو بردارید و به گذشته نگاه کنید. قسمت ذره بین ها رو داریم که کوچکتر میشه برای اینکه بدونیم در چه روندی هستیم، در چه مسیری داره حرکت میکنه و به همین راحتی میتونیم تحلیلمون رو دقیق تر کنیم که الان روند در چه مسیری هستش و زوم بکنیم که ببینیم الان ما چه اتفاقی رو باید بررسی کنیم. در حال حاضر به صورت اتومات رو حالت کندل استیک، حالت بار چارت رو داریم و در حالت لاین چارت رو داریم که هر کدوم ویژگی خاص خودش رو داره که هر کدوم آموزش جداگانه و به خصوصی رو داره. در قسمت سمت چپ این هم همچنین این چارت اینجا بوده و من آوردم در سمت چپ کردم که بهینه باشه، دسترسی راحت تر باشه. قسمت کراس هیر ما مثلا کندل فرض بر مثال اینجا پوزیشن برداشتیم، اینجا پوزیشن رو بستیم. با کراس هیر میتونیم حساب کنیم که الان مثبت 3% رشد داشته و حالا بحث پیپت و پیپ هست که بعدا توضیح خواهم داد بهتون. حدوداً 284,000 پیپت رشد داشته، 2800 پیپت رشد داشته. و گزینه بعدی نمودار خط عمودیه که ما بیشتر اوقات برای تایم های باز شدن سشن ها استفاده می کنیم. برای ما کافی هست تا همین حد و توضیحات لازم در آموزش های بعدی. فعلا ابزارها رو یاد بگیرید. این لاین افقی هم برای کشیدن حمایت ها، مقاومت ها و تایم هایی که بازار کلن فارکس باز میشه استفاده خواهیم کرد از این گزینه. بعد این لاین ترند لاین رو داریم که اینجا کشیدیم و گزینه بعدی صداشو کم کنم. گزینه بعدی
چنل چنل سازی که ما اینجا به عنوان مثال چون روند صعودی کف ها رو میکشیم و کانال رو اینگونه ما تنظیم میکنیم. ببینید الان توی یک کانالی هست که فعلا صعودیه و مورد بعدی هم میتونید اینجا برای خودتون متن بذارید و توی متن توی قسمت توضیحاتش بنویسید که الان چه پوزیشنی رو میخواید بردارید، رنگش رو بنویسید که تعیین کنید. میگیم آقا بیاد تا اینجا و روند صعودی بشه. در نهایت یه گزینه داریم دوربینه که میتونید شما همین الان با گزینه‌ای که روش هست بزنید، اکتیو چارج تقسیم براش رزولوشن مشخص کنید، یا نه چیزی که همین الان در حال حاضر هست میزنید و قسمت اوکی رو وارد میکنید و در پوشه‌ای که این متا تریدر رو نصب کردید قسمت ایمیج ها میرید و عکس رو برداشت میکنید. خب حالا خودش به صورت اتومات داشت میرفت داخل برنامه. حالا خطوطی هم که اضافی هستن کلیک راست و دیلیت رو اینجا میزنید. مورد بعدی در مورد اوردر گذاری شما دستوراتی که میخواد بذارید یکی به صورت اتومات، به صورت دستیه، یعنی کافیه که الان شما مد نظرتون اینه که روند به صورت صعودی، الان تایم 1 ساعت است، میریم در تایم 5 دقیقه و اینجا بررسی میکنیم، میگیم احتمال اینکه روند صعودی باشه هست به شرط ها و شروط ها، ولی احتمال این هم هست که به این قسمت یه پول بکی بزنه و برگرده. ما میگیم یه حجمی رو مشخص میکنیم اینجا نسبت به بالانسی که داریم و گزینه بای رو میزنیم، برای ما خرید میکنه، یا سل میزنیم برای ما خرید میکنه. حساب دموی، با حساب اصلیتون کار نکنید. من اینجا یک بای رو زدم، میبینید که یک خطچین سبزی بسیار ریز کشیده و برای ما زده بای و حجمی که از بالانسی که داریم رو هم زده، یعنی 2 از حجممون، و اینجا برامون پوزیشن بای رو باز کرده. و مرحله بعدی کافیه که موس رو نزدیک خطچین بکنیم، حالت یک 2 فلش سمت بالا پایین به وجود میاد. کافیه که اون رو نگه داریم، بیایم پایین استاپ شو بذاریم و ببریم بالا، تیپیش رو بذاریم. مورد بعدی پوزیشن باز کردن به صورت محدود قرار دادنه. فرض بر مثال اینکه این کندل با یه پول بک دوباره برمیگرده اینجا و مجددا خواهد رفت بالا، ما یا برعکس ما میگیم پوزیشن از اینجا نخواهد رفت بالا یا از اینجا میریزه پایین. ما کافیه کلیک راست کنیم، سل لیمیت رو بزنیم یا قبلش در قسمت دستی محدوده رو مشخص کنیم، اینجا بذاریم کلیک راست کنیم و سل لیمیت رو اینجا وارد کنیم. به محضی که کندل بیاد برسه به این، از اینجا سلمون آغاز میشه، یعنی ما حدسمون اینه که از اینجا شاید بریزه
و کلیک راست میکنیم روش، قسمت مودیفای رو میزنیم، در قسمت تایپ کلیک راست، مارکت ایکس عذرخواهی میکنم، در قسمت پندینگ مودیفای اوردر، قسمت استابلاس، اینجا ما استابلاسمون رو مشخص میکنیم، مثلا یه عددی رو میذاریم اینجا 5 و تیپیمون رو هم خب مسلما باید بیاریمش پایین تر. دارید میبینید که برامون استاپ گذاشت، برامون تیپی گذاشت. حالا شاید خیلی پرواضح نباشه ولی خب به این گونه میبینیم که باز کرده. یا اگر میخوایم اون پوزیشن رو که لیمیت داره ببندیم، کلیک راست و دلیت رو بزنیم که میبینید لیمیتمون رو، اوردرمون رو برداشت. و چیزی هم که الان دارید میبینید در این قسمت پایین شاهد اینیم که داره رشد میکنه. به این میگن اوردر گذاری به صورت دستی و به صورت لیمیت گذاشتن یا محدوده قرار دادن. یا در قسمت بالا نیو اوردر رو میزنیم با این فرض که ما میگیم الان بای میشه و محدوده ها رو قبلش تعیین میکنیم. رو قسمت نیو اوردر کلیک میکنیم و اینجا میزان حجمی که قرار از بالانسمون برای این پوزیشن قرار بگیره رو لحاظ میکنیم. اینجا فرض بر مثال میگیم آقا 400 از حجم سرمایه‌مون رو در اینجا برای ما لحاظ کن و استاپمون هم در این قسمت باشه و تیپیمون هم در این قسمت باشه و حجممون هم اینه. قسمت بای مارکت که همین لحظه براتون میگیره یا سل بای مارکت به سمت ریزش به قیمت بازار براتون میگیره. یا در قسمت تایپ میاین پندینگ اوردر رو میذارید، میگید ما بای لیمیت محدوده بای قرار میدیم با حجم 200 از سرمایه‌مون و قیمتی که الان هست نه و مثلا رسید به قیمت 650 به مزدی که رسید برامون بای بگیر. استاپش مثلا این باید پایین تر باشه اگر لیمیتمون بایه و تک پرافیتمون تیپیمون هم باید مشخص باشه، مثلا چه عددی هست. خب مسلما بیشتر از بایمون باشه و پلیس رو میذاریم برامون محدوده قرار میده. قیمت رسید به 86650 برامون بای رو باز میکنه. یا نه برعکسش ما یک سل لیمیت رو میخوایم، با این تصور میگیم که برسید به قیمت فرض بر مثال 86650 از همونجا برای ما به صورت ریزشی پوزیشن باز کن. تحلیلمون این گونه است که ریزشی خواهد بود با حجم 200 در قیمت 86650 برای ما ریزش باز کن. خب اینجا باز SLش مسلما برعکس میشه چون ما داریم به صورت ریزشی میگیریم. اینجا ما کافیه که عدد بیشتر از لیمیتمون قرار بدیم و تیپیمون هم چون ریزشی هست خب مسلما باید کمتر باشه
ما اینجا مثلا میگیم 86,645 و کافیه که پلیس رو بذاریم. چرا اینجا قرار نگرفته؟ چون الان تو یک محدوده خیلی پایینیه که برای ما اوردر رو قرار نمیده. خیلی ساده ترش اینه که برگردید روی چارت کلیک راست کنید، سل لیمیت کنید و دوباره مودیفای رو بزنید و اصلاحش کنید. گزینه بعدی بای استاپ داریم و سل استاپ داریم. ببینید بای استاپ و سل استاپ زمانی اجرا میشه که شما میگید از این عدد که الان دارید میبینید اگر بالاتر رفت برامون پوزیشن همین الان باز کن. خب و سل لیمیت هم همچنین به عکس میگیم آقا الان در چه قیمتی هست، سل لیمیت رو بذارید، اگر از این قیمت پایین تر رفت برای ما سلش رو باز کن. یا اوردر بعدیمون دوباره تو همین قسمت که بریم پندینگ اوردر، قسمت بای استاب لیمیت و سل استاب لیمیت، ما فرض بر مثال میگیم قیمت الان 86,611 و سیگنال بای گرفتیم، گفتیم 86,619 که رسید برای ما بای استاب رو بزن. ما اوردر گذاری همون رو انجام میدیم و قسمت پلیس رو میزنیم. چرا الان باز نمیکنه؟ چون قیمت همش در حال تغییره و این زمانهایی احتیاج میشه به این اوردر گذاری که شما آنن نمیخواید پوزیشن باز کنید. شما به این فکر هستید که اگر این روند رو فرض بر مثال شکست و این محدوده رو شکست رفت بالاتر به این عدد رسید، از اینجا من تحلیلم اینه که بیشتر خواهد شد و اونجا با استاب لیمیت میذارید. یا برعکس میگید آقا ریزش کرد و از این محدوده ما پایین تر اومد، از همین قسمت همین خط افقی ما سل لیمیت رو سل استاب لیمیت رو میذارید که و تی پی و اسلش هم تعیین میکنید که چگونه خواهد ریخت. اینها رو شما خودتون در حساب دمو امتحان کنید و روی چندین چارت پیاده سازی کنید و از نحوه کار کرد با متا ترید مطلع بشید و اگر سوالی هم هست حتما با پشتیبانی در ارتباط بذارید. حالا این چارت رو ما میبندیم. قسمت ویو، در قسمت ویو دوباره مارکت واچ. حالا ما مثلا اتریوم رو میخوایم نگاه کنیم، مجددا چارت ویندوز و کارهایی که از قبل هم گفتیم رو روش پیاده سازی میکنید و مشاهده میکنید. مجدد در قسمت ویو گزینه هایی داریم که در آینده به دردتون خواهد خورد و اون هم قسمت تول باکس که همین پایین بود، دیدید الان رفت. در قسمت تول باکس شما قیمت ها رو دارید میبینید، تاریخچه رو دارید میبینید، ژورنالی که خودش براتون ایجاد میکنه که شما الان مثلا فرض بر مثال بای باز کردید، سل باز کردید و یا کی پوزیشن هاتون رو بستید، به صورت ژورنال می نویسه که خب توصیه میکنم حتما ژورنال لمس قابل لمس داشته باشید، یعنی کتاب دفتر داشته باشید بنویسید. قسمت هیستوریش، قسمت تریدش که اینجا بالانستون رو نشون میده، قسمت سودتون رو نشون میده، قیمتی که فعلا اون ارزی رو که خریدید رو داره نشون میده، تی پی و اس الاتون رو نشون میده. یک جایی میگید که آقا من میخوام اس ال رو تغییر بدم، کافیه که اس ال و زبدرش رو بزنید
و مجددا کلیک راست کنید، برید قسمت modify or delete و خب میبینید تک پرافیل یا همون TP رو دارید. کافی که استابلاستون رو مجدد تغییر بدید. استابلاستون حالا یا هر عددی که هست که اینجا شما تغییرش میدید، هر عددی که هست گزینه آبی رو میزنید و براتون SL رو مشخص میکنه. یا برعکس TPتون رو همچنین میخواید TPتون رو بیشتر کنید یا TPتون رو بردارید، پوزیشنتون به صورت باز در روند به حرکت خودش ادامه بده، کافیه که TP رو بزنید. اگر هم خواستید دوباره TP رو لحاظ بکنید، کافیه که روش کلیک راست کنید، قسمت modify or delete بزنید و استاب رو تنظیم کنید، TP رو تنظیم کنید و گزینه مودیفای رو بزنید. تیک حتما باید فعال باشه. اگر فعال نیست بدونید یک قسمت از کارتون رو اشتباه دارید انجام میدید. و قسمت پرایس قسمتیه که شما در این قیمت خریدید اون ارز رو. سمت چپ بیت کوین ارزیه که خریدید و این تیکت هم در آینده لازم میشه یک نوع کد اون معامله‌ایه که خود متاتریدر براتون باز کرده و اینجا تاریخ رو میبینید به میلادی، اینجا ساعت رو میبینید، ساعت و دقیقه و ثانیه مشخصه، پوزیشن بایی که باز کردید، حجمی که باز کردید و قیمتی که باز کردید. مجدد در قسمت ویو این از تول باکس و قسمت بعدی قسمت نویگیتوره. نویگیتور کارش چیه؟ در آینده اگر خواستید رباتی رو بیارید وارد کنید، مثل ربات های رایگانی که خودش داره، مثل اندیکاتورهایی که خودش داره، روشش هم اینجوریه که وقتی که قسمت ویو نویگیتور رو میزنید این صفحه باز میشه. اینجا اکانتتون رو نشون میده که الان روی چه اکانتی باز هستید. قسمت اندیکاتورها رو بزنید، اندیکاتورها رو بهتون نشون میده چه اندیکاتورهایی داریم که میتونید استفاده بکنید. فرض بر مثال من مجدداً بیت کوین رو بندازم توی چارت، بزرگش کنم. از همین قسمت هم میتونید گزینه‌های مورد لازم رو لحاظ کنید. میریم تایم 5 دقیقه. خب مثلا در قسمت اندیکاتورها، در قسمت ترند ها نگاه میکنید که چه اندیکاتوری به دردتون میخوره. کافی روش دوبار کلیک کنید، پریود رو بذارید روی 20 فرض بر مثال و اوکی رو بزنید. میبینید که یک اندیکاتور مووینگ اوریج براتون گذاشته. بخواید همه حذف کنید کلیک راست میکنید دیلیت یا کلیک راست روی صفحه میکنید و در قسمت اندیکاتور لیست اینجا مووینگ اوریج رو انتخاب میکنید و دیلیتش میکنید. یا بولینگر دوبار کلیک میکنید میاد، میخواید حذفش میکنید. اندیکاتورهای بسیاری هست که در آینده بهتون توضیح خواهیم داد که چه کاربردی دارن و چگونه میشه استفاده بکنید ازشون برای استراتژیکتون. یا انواع اسیلاتورها، ولوم ها، استراتژیک بیل ویلیامز و در قسمت اکسپرت سوای از اندیکاتور قسمت اکسپرت اون رباتی که شما یا حالا خریدید یا رباتی رو ساختید میخواید بذارید داخل
متا تریدر و ازش استفاده کنید. رباتی که بتونه براتون سوداوری کنه. مورد دیگه به خصوصی نیست. برای شروع کارمون همین موارد رو یاد بگیرید، با فضای متا تریدر آشنا بشید، چندین بار رو حساب دمو که ویدیوهاش رو در قسمت‌های قبلی گذاشتیم برید ببینید تا به امید خدا مشکلی پیش نیاد برای مراحل بعدی. به امید دیدار.